امروز با من همراه باشید تا چند تا تصویر خفن که توسط دوربینای مداربسته ضبط شدن رو بهتون نشون بدم. فکر کنم از اولش هم می‌خواست از شهر گلدونه خلاص شه. فقط بهش گفته بودن برو گلا رو آب بده. داداش تو که تا کمر تو ماشینی فقط کافیه ترمز دستی رو بکشی. فکر کنم یکی زنگ داد بهش گفت خونه تنها. این ویدیو اندازه یه شب چهارشنبه به زودی تلفات بره. فکر کنم جا پارکشی گرفته بودن ولی خوبیش اینه بالاخره پارک کرد. به ظاهر دوزه با تجربه ای میومد. این لاستیکرم تو طبیعت ول کردن برگشته به خونه قبلیش. پرتاب خیلی خوبی بود و فصل زیاد مناسب نبود. سوال من اینه این یکی چرا فرار کرد؟ از سفر برگردی خونه همچین صحنه‌ای میچسبه چون خاطره میشه. ممنون با من همراه بودی. خدا نگهدار.